یارو یقه رو باز کرده تا اینجا، زنجیر طلا انداخته، کلی توی یه اتاق بنده خدا دخترها نشستن پشت سیستم همینجوری کپی 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 تق 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 تق. یارو هم تو اتاقش داره ویدیو اونا رو میبینه، به من میگه نکن اینه، این طراح پارچه است، اینا هن. نه خیر اینا نیستن، اینا طراح پارچه نیستن. طراحی پارچه اینه که طرح دستی انجام میشه، میره توی نرم افزار راپورت بندی و پتن گیری و اینا هم انجام میشه طبق چیزایی که یاد گرفتیم طراحان پارچه. بعد پارچه رو میرم میخرم، میدم چاپخونه چاپ میکنه، میدم دوزنده میدوزه. طراح لباسم اگه بیاد نظرشو بگه که با این طرح چه لباسی دوخته بشه بهتره، که فبها اصلا دنیا رو تغییر میدیم. چرا همه چی رو باید کپی ما بپوشیم استفاده کنیم؟ چرا؟